این یه فرشی دستباف رزش 80، توش طلا و نقره کار شده. خیلی هم 250 گرم طلای 24 ایار و 1 کیلو نقره کار شده توش. اینا رو میبینین، اینا نقره است، نقره کار شده. گرینش اینور طلاست. بعد این تاگ چسب راستیه، اینا طلاست کلا 24 ایاره. بعد این کلا طلاست، این نقره است. این حاشیه رو که میبینین توش نقره است کلا. حدود 6 سال فقط زمان برده که این فرش تموم بشه. تاریخ ایران اثر استاد علی طالبی، طرح نقشش هم از آقای خیابانیه که استاد این فرش هستن. این هم به اسم خانواده خودمون بافتیم که به یاد پدری دلسوز احمد نیکانفر و به یاد مادری فداکار اکرم مدبر. اینا دیگه لنگهشون تو موزم نیست اینا. بعد نمادا و انگار اسطوره‌ای که توش استفاده شده. بله، این تاریخ بر تخت نشستن بهرام شاهه. اینجا هم که این تصویر رو می‌بینین یه شعری داریم که بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. این استاد شهریاره که استاد تمام شاعراست دیگه به نظر بنده. درست. بعد این میدان ساعت تبریزه، این میدان شاهقلی الجوری میگن. بعد تمام اینا آثار تاریخی ایران هستن. ایرانه. بله، ایران. فردوسی و حافظ سعدی. بله. خودش هم هر تصویری که اینجا به اصطلاح بافته شده کلا نوشته شده که این مثلا کجاست، بعد این کیه. همشون مثلا این استاد محمد حسین شهریار، این استقف شاه تبریز، مولانا جلال الدین محمد بلخی. یعنی یک کار هنری بی‌نظیره. من به نظرم باید یه مستند تهیه کنی. بله. مثلا نیم ساعت این فرشه رو یکی توضیح بده. بله. براش یک دفترچه راهنما بذاری. مثلا این طرحی که اینجا می‌بینین این خودش یه داستانی داره. یا این کنیزی که اینجاست موقعی که مغول‌ها حمله کردن این تخت جمشیدی که آتیش گرفته، این کنیزه اونجا سوخته.